نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد انسان ها هنگام خواب بیشتر به کدام پهلو خواب می روند و در کدام حالت چنین طرز خواب خطرناک است؟ انسان ها شبانگاه به 4 طرز خواب می روند. بعضی آدمان به شکم خواب می روند، بعضی آدمان به پشت خواب می روند و بعضی آدمان به طرف دست چپ خواب می روند و بعضی آدمان به طرف دست راست خواب می روند. آدمانی که به شکم خواب می روند، آنها نفسکشی خود را احساس می کنند، زیرا وزن پشت و اسکلت ها به شش فشار می آورد. از روی علمی طب به شکم خوابیدن عموما ممکن نیست. از روی اسلام و مشاهده ها باشد، به شکم خواب رفتن به حالت روح و جسمانی انسانی که بالغ است سخت تاثیر منفی می رساند. آدمانی که به پشت خواب می روند، چنین انسان ها وقتی خوابشان می برد به دهان خود نفس می گیرند. اگر آدم به واسطه دهان نفس گیرد چی می شود؟ این افراد نسبت به دیگران بیشتر خنکی می گیرند. ملک دندان ها خشک می شود. اگر خشک شود، ملک از دندان دور می شود که باعث پیدایش بیماری های ملک دندان می گردد. پس به پشت خوابیدن هم ممکن نیست. از نگاه اسلام باشد به پشت خواب رفتن حالت آرامی جسم را از بین می برد و باعث ناراحتی در خواب و اضطراب می گردد. آدمانی که از طرف دست چپ خواب می روند، غذای آدم در معده از 2 تا 4 ساعت می ماند. از این رو اگر شخص با دست چپ خواب کند، برای هضم کردن غذا 5 تا 8 ساعت لازم می شود. زیرا شش راست که کلان است به دل از جگر فشار می آورد. بنابر این در حالت اضطراب می ماند. پس با دست چپ خوابیدن هم ضررآور است. آدمانی که از طرف دست راست خواب می روند، شش چپ خردتر و سبکتر است. جگر یکی از بزرگترین عضو در بدن است. در روی زمین استوارانه قرار می گیرد که باعث خوب هضم گردیدن غذا در معده می گردد. پس این بهترین راه خواب است که در این حالت شما کاملا استراحت می کنید. اینک حدیث تصدیق کننده حقیقت خواب سالم را می آوریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اگر به بستر خود می روید، بعد از نماز به طرف دست راست خوابیده بگویید: ای خدا، من روح خود را به تو می دهم و کارم را به تو واگذارم. میگوید به پشت خوابیدن آرزوی شاهانه است. خواب شکم خواب شیطان است. خواب با دست چپ خواب پرخوران است، زیرا آنها بسیار میخورند. خواب با دست راست خواب پرهیزکاران و دانشمندان است. این خواب رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به پهلوی راست خوابیده دستش را به زیر رخساره گرامیش میگذاشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.